پکیج تصفیه فاضلاب چیست؟ کاربرد این پکیج‌ها چیست و اصلاً چرا باید از آنها استفاده کنیم؟ یک پکیج تصفیه فاضلاب از چه اجزایی تشکیل شده است؟ انواع پکیج‌های تصفیه فاضلاب به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ سلام، امیری هستم، کارشناس فروش شرکت آبسازه. لطفاً برای آشنایی با پکیج‌های تصفیه فاضلاب تا آخر این ویدیو همراه من باشید. در دنیای امروز با توجه به کمبود منابع آب شیرین، استفاده مجدد از فاضلاب دیگه انتخاب نیست و تبدیل به یک اجبار شده. تصفیه فاضلاب به منظور استفاده مجدد به عنوان یک راه حل پذیرفته شده و قابل قبول برای مواجهه با مشکلات کمبود آب است، به طوری که هزینه‌های زیرساخت رو تا حد چشمگیری کاهش میده و به حفاظت از محیط زیست کمک بسیاری میکنه. همچنین با توجه به قوانین سختگیرانه اداره محیط زیست به منظور تخلیه هر گونه فاضلاب در آبهای سطحی و زیرزمینی، استفاده از پکیج‌های تصفیه فاضلاب دارای اهمیت دوچندان شد. وظیفه این پکیج‌ها کاهش یا حذف بار آلودگی فاضلاب با توجه به استانداردهای محیط زیست میباشد. راندمان تصفیه فاضلاب با استفاده از این پکیج‌ها متناسب با روش تصفیه میتواند بین 70 تا 90% متغیر باشد. از فاضلاب تصفیه شده میتونیم برای آبیاری محصولات کشاورزی، باغ‌ها، زمین‌های چمن ورزشی، شارژ آب‌های زیرزمینی، افزایش آب تالاب‌ها، شستشوی سرویس‌های بهداشتی، نظافت خیابان‌ها و سایر اهداف مشابه استفاده کنیم. پکیج تصفیه فاضلاب سازه‌ای متشکل از قطعات و تجهیزات مختلف به منظور پیاده‌سازی روند تصفیه فاضلاب است که در دو نوع بهداشتی و صنعتی و از متریال‌های فلزی، پلی اتیلن، فایبرگلاس و بتونی در ابعاد مختلف ساخته می‌شود. از کاربردهای پکیج‌های تصفیه فاضلاب می‌توان به تصفیه فاضلاب بهداشتی مدارس، مراکز تجاری و اداری، کمپ‌های کارگری، مجتمع‌های تجاری و مسکونی و همچنین تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانجات نساجی و رنگرزی، کارخانه لبنیات، قالیشویی، کارواش، دامداری و غیره اشاره نمود. همونطور که قبلا اشاره کردم، پکیج‌های تصفیه فاضلاب میتونه از جنس‌های فلزی، پلی اتیلن، بتونی و فایبرگلاس ساخته بشه. پکیج‌های تصفیه فاضلاب فلزی گروه آبسازه به صورت پیش ساخته و از جنس کربن استیل با پوشش اپوکسی طراحی و تولید میشه. همچنین پکیج‌های پلی اتیلن این شرکت به صورت دفنی و غیر دفنی و در ظرفیت‌های بزرگ و کوچک قابل طراحی، اجرا و بهره برداری میباشند. پکیج‌های پلی اتیلن به علت قابلیت منحصر به فرد پلی اتیلن در برابر خوردگی میتونن یه جایگزین بسیار مناسب برای پکیج‌های فلزی و بتونی باشن. همچنین به علت قیمت پایین سازه پلی اتیلن، این پکیج‌ها میتونن یه راهکار مقرون به صرفه و مناسب نسبت به سایر پکیج‌ها باشن. نمونه تولید شده انواع پکیج‌های تصفیه فاضلاب گروه آبسازه در اقصا نقاط کشور نظیر سایت‌های مثل استان کرمان در شهر بابک و سیرجان، سایت‌های نفت و گازی عسلویه نظیر هما و تابناک و اکسیر و سایت‌های صنعتی و تولیدی نظیر گروه صنعتی تکوین، نگین دشتابی و پارس قابل مشاهده. از جمله روش‌های مورد استفاده در پکیج‌های تصفیه فاضلاب می‌توان به روش‌های EAAS، MBBR، IFAS و A2 اشاره کرد که با توجه به نوع و میزان فاضلاب و همچنین نیاز کارفرما، روش مناسب انتخاب میشه. به عنوان مثال در روش EAAS که با روش هوادهی گسترده نیز شناخته میشه، فاضلاب بعد از عبور از مخزن هوادهی وارد مخزن ته‌نشینی و سپس هاضم لجن و در آخر وارد مخزن ضدعفونی میشه. در بخش هوادهی، هوای تولید شده در بلورها با استفاده از دیفیوزرهای هوادهی از کف مخزن وارد پکیج میشن. در این بخش با استفاده از میکروارگانیسم‌ها یا همون لجن فعال، تصفیه فاضلاب به صورت بیولوژیکی انجام میشه. یک پکیج تصفیه فاضلاب به طور معمول از مخزن متعادلساز و ایستگاه پمپاژ، آشغالگیر، مخزن هوادهی، مخزن ته‌نشینی، هاضم لجن، مخزن ضدعفونی و پکیج تزریق کلور، تابلو برق و ابزار دقیق، بلور و دیفیوزر هوادهی تشکیل میشه. پس از ترسیم نقشه‌های PNID و طراحی سیستم تصفیه فاضلاب، مراحل ساخت و تولید شروع شده و در ادامه با هماهنگی کارفرما نصب و راه‌اندازی در محل پروژه انجام میشه. تمامی تجهیزات استفاده شده در پکیج‌های تصفیه فاضلاب گروه آبسازه با بهترین کیفیت ساخته و یا تامین میشن. آبسازه با تجربه طراحی، ساخت و اجرای بیش از صدها پکیج تصفیه فاضلاب در داخل و خارج از کشور میتواند در پروژه‌های شما همراهتان باشد.